سلام بچه ها، من موبیت سامم. به چنل یوتیوبی من خیلی خوش اومدید. امروز اومدم راجع به یه باگ دیگه صحبت کنم که اکثر ما دوچار این حالت میشیم و اون حالت چیزی نیست جز استحاله شدن یا استحاله کردن. ببینید، شاید این جمله رو بارها و بارها توی جاهای مختلف شنیده باشید، ولی پیش خودتون گفته باشید استحاله کردن یعنی چی. اگه بخوام یه معنی دقیق از کلمه استحاله بدم، یه معنی به اسم خاصیت زدایی یا خاصیت یه چیزی رو تبدیل به یه چیز دیگه کردن. چرا؟ چون نیروهای تاریکی وقتی که نمیتونن با یه جریانی مقابله کنن، مثل نور خداوند یا مسیر ایمانی قلبی شما که توسط برنامه‌های قبل که راجع به ذکرها صحبت کردم، شما به یه چارچوب درستی از تفکر و تعقل میرسید و اون چارچوب اجازه نمیده اون آرمانهای خیلی تیز و بران شما بخواد ضعیف بشه. برای همین دشمن میاد چیکار میکنه؟ از استحاله فرهنگی استفاده میکنه و اون تیزی و خاصیت شما رو چون نمیتونه بگیره، میاد نرمش میکنه و شما رو به یه جریان دیگه منحرف میکنه. ببینید، مثال میزنم. وقتی که بخواد یه مثلا باور مشترک دینی بین ما همه ایرانی ها یا مسلمان های شیعه بخواد به وجود بیاره، خیلی برای سخته که با تک تک آدما بتونه مقابله کنه. با من، با شما، با پدر مادر رو نمیتونن. میان چی کار میکنن؟ استحاله فرهنگی میارن. حالا نیروهای تاریکی میان با شبهه درست کردن، با زدن آرمانهای شما رو دچار استحاله میکنن و از اون نیرویی که دارید در راستای مقاصد خودشون استفاده میکنن. مثال میزنم، وقتی شما آرمانخواهی و میخوای اون تحریم هایی که علیه تو میشه رو بشکنی، میری خودتو قوی کنی. برای اینکه قوی بشی به سری مراکز رجوع میکنی، زیر نظر استادها، دانشگاه ها، که تو بتونی علم آگاهی تو بیشتر کنی راجع به اون موضوع. و وقتی که شما اون هدف هایی که دارید گره میخوره با یه جایی مثل دانشگاه، با یه جایی مثل کلاس، وقتی بیان اون استاد تو رو از راه به در کنن، شما استحاله شدید. یعنی چی؟ یعنی با گذاشتن یه استاد بیدین، یه استاد غربگرا توی دانشگاه یا مدرسه، اون چیزی که به تو آموزش میده و اون هدف تو رو وقتی که میان منحرف میکنن، شما دچار استحاله میشید. برای همین توضیح دادم که خیلی از آدمایی که توی مسیرهای درست هستن، به خاطر اینکه درست نمیتونن از اون کیان خودشون دفاع کنن، دچار استحاله میشن و تغییر میکنن. و ببینید، همونطور که نیروهای تاریکی میتونن انرژی های مثبت و آرمان های خوب شما رو استحاله کنن و تقلیل بدن به حالت منفی و تاریک، بدلش هم وجود داره. شما میتونید از خیلی از انرژی های تاریک استفاده کنی و استحالهشون کنی به انرژی های مثبت که یکیشون همون نیروی جنسی هستش. ببینید، اگه برید استحاله رو سرچ کنید توی اینترنت، اکثرا راجع به استحاله نیروی جنسی صحبت میکنن که با به خدمت گرفتن اون نیرو میتونید ثروتمند شید، کارهای بزرگ بکنید. ولی من میخوام دقیقش رو به شما بگم چه اتفاقی میفته. اون انرژی جنسی وقتی که تو بدن شما ذخیره میشه و با آگاهی هایی که دارید مسیر مشخص، یعنی از اون خاصیت شهوانی و تاریکش استحاله میشه به سمت مثبت، میتونه اون وقت برای شما کاربرد داشته باشه. و این کاربرد تئوری نیست، باید اون استحاله جوری باشه که شما اقدام و عمل کنید. وقتی که تبدیل به اقدام و عمل میشه، اون استحاله درست انجام شده، وگرنه در حد یه بحث تئوریه. و میای شما با استحاله کردن اون نیروی جنسی، اون شوق و شعف و تو راستای تلاش خودتون میبرید جلو و به موفقیت میرسید. و حالا نیروهای تاریکی میان اونو در راستای منفی به کار میبرن، در تیک زدن هدفهای خودشون از انرژی شما استفاده میکنن. ببینید بچه ها، شما همیشه و همیشه تنها چیزی که شما رو میتونه به سمت استحاله شدن ببره، غافل شدن از نام و یاد خداونده. ببینید، اصلا سیستم سیاهی باید شما رو غافل کنه، وقتتون رو بکشه. باید ساعتها برید توی اینستاگرام راجع به زندگی مردم اظهار نظر کنید، راجع به ترندها صحبت کنید.
این وقت رو از کجا میارید؟ همین وقتی که شما میذارید بابت چک کردن اکسپلور اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی دیگه، همینو میتونید استحاله کنید چند تا کتاب صوتی گوش بدید، چند تا سخنرانی خیلی خوب و پر محتوا گوش بدید. توی مسیرهایی که دارید میرید سر کار بیاید، به جایی که استحاله بشید و احاطه بشید با ای کاش هایی که توی اینستاگرام و سوشیال مدیا هست، در راستای اون چیزایی که میخواید خودتون رو قدرتمند کنید، کتاب بخونید، 4 تا همایش شرکت کنید. اگر هم میخواید هزینه کنید بابت چیزایی باشه که توسعه فردی خودتون رو ببره بالا و شما میتونید تمام اون مسیری که دارید در راستای مثبت میرید، از تمسخر دیگران، از سرکوفت دیگران، از خانواده گرفته تا عزیزترین کساتون که شما رو مسخره میکنن، شما میتونید این انرژی رو استحاله کنید به چیزهای مثبت و سوخت راه خودتون قرار بدید. وقتی که این انرژی ها رو سوخت راه خودتون قرار میدید که عملگرایی در شما شدت میگیره و این استحاله باید سیستم مستمری باشه، مثل ذکر میمونه. ذکرها باید مستمری باشه. حالا من توی برنامه بعدی سعی میکنم راجع به شروع ذکرها صحبت کنم که چه شرایطی داره و از کجا باید ذکرها رو شروع کنیم و این ذکرها تاثیرشون رو چجوری توی زندگی ما میذارن. برای همین شما همیشه باید این آمادگی رو در خودتون داشته باشید که اگه یک مسیر نورانی رو انتخاب کردید، دشمن یا اون نیروهای تاریکی و ماتریکسی که نمیخوان شما بیدار شید و بقیه رو بیدار کنید، در راستای استحاله کردن شما بیکار نمیمونه و دست به کار میشه و شما رو یه جوری میخواد از میدون به در کنه. برای همین صبر و استقامت بیشتری میطلبه. مثل همین شمایی که دارید این ویدیوها رو تماشا میکنید، شما از یه فیلترینگی رد شدید، اومدید داخل یوتیوب دارید این برنامه، شما از یه چجوری میگم دوپامین لحظه‌ای قدرتمند دل کندی که اومدی توی این فرکانس داری این ویدیو رو تماشا میکنی، وگرنه اینستاگرام با 1000 تا دریوری و چرت و پرت همچنان منتظر شماست که برید ازش استفاده کنید و اون انرژی مثبتتون رو بخوره و روز به روز تولید کننده های محتواهای چرت و پرت رو به مقاصد خودشون برسونه که اونا هم لحظه‌ای بیشتر ترند نیستن، مثلا شاید 1 ماه 2 ماه ترندن، ولی محتواهایی که تاریخ مصرف نداره اونا همیشه میمونن. و سعی کنید اگه میخواید توی زندگیتون تولیدی داشته باشید، از خودتون یه اثری به جا بذارید، سعی کنید اون اثراتی که میذارید تاریخ مصرف نداشته باشه و همیشه مثل قوانین فیزیک و شیمی و ریاضی در حال انجام باشن و از استحاله کردن نکات منفی خودتون به سمت مثبت استفاده کنید و این میتونه شما رو به اون چیزایی که میخواید در واقعیت برسونه. وگرنه توی مجازی هر کسی برای خودش یه دنیایی رو ساخته که وقتی که تو واقعیت ازشون عمل میخوای هیچ عملی درشون نمیبینی و همیشه باعث سرافکندگی و افسردگی میشه، به خاطر اینکه ذهن شما فرق بین واقعیت و مجاز نمیتونه تشخیص بده. برای همین میبینید همیشه اهمال کاری دارید توی کاراتون، کار امروزتون هی میندازید فردا و به امید یه روزی که همه چی ردیف بشه تا شما قدم بردارید، دونه دونه روزهای زندگیتون رو دارید از بین میبرید. و من دوست داشتم که این آگاهی رو با شما به اشتراک بذارم و این حرفا به گوش هر کسی رسیده نمیشه و نیروهای تاریکی نمیذارن که برسه و شمایی که دارید این ویدیوها رو میبینید قدر خودتون رو بدونید، چون من همیشه توی ویدیوها میگم شما همتون مثل اثر انگشتتون یونیک و بکر هستید و جهان هستی هیچ وقت گیم اوور نداره. پس از هیچی نترسید، خداوند با ماست. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.